بریم بساط کنیم. اگه آپارتمان نشینی رو فراموش نکنیم، یواش بریم. هر چقدر یواش میرم بازم پاهم صدا میده. خب از اونجایی که همش برقا میره من ریسک نکردم، ماشین رو بیرون پارک کردم و اینکه بزن بریم. میگم یه سوال، توی تابستون که هوا گرمم ماشین رو روشن میکنیم بعد چند دقیقه وایستیم که به اصطلاح گرم شه یا همجور بعد بسم الله گرفتیم بریم؟ اینو نمیدونم. از نظر شما دستفروشی یه شغل ساده‌ای باشه و بگین که خب آقا بیا خب دستفروشی دیگه ما چی کار کنیم، ولی به نظر من هر کسی هر شغلی که داره باید سعی کنه که تو اون شغل بهترین خودش باشه، راکت نباشه، بهترین چیزی که میتونه رو ارائه بده. هوا دوباره گرم شده اینجا، امروز خدا به داد ما برسه و این قسمت هم که همیشه ترافیکه. خب وسیله ما اینجا خالی کردم، ته خیابون امام روبروی بازار بزرگ. برم ماشینمو پارک کنم بیام. خب من رفتم ماشینمو پارک کردم اومدم، بعد حالا همیشه یک ساعت طول می‌کشه جای پارک پیدا کنم. گفتم وقتم تو ماشین نشستم من یه صحبتای دیگه باهاتون دارم و اینا، بیام همونجا تا جای پارک خالی بشه باهاتون صحبت می‌کنم. از شانس هم رفتم یه جای پارک خالی بود. خلاصه خدا رو شکر الان می‌خوام بشینم. تاریکه الان نمیدونم از اون سمت خیلی تاریک بود، از این سمت هم تاریکه یا نه نمیدونم. خب دیگه این نور طبیعیه دیگه. الان نمیدونم شاید آفتاب بدجاه، شاید گوشی من بدجاه، شاید من بدجاهم، نمیدونم. منو صاف داری میبرده آیسا منو صاف داره ما بدی بودا من مرحله به مرحله تا پول خوشی اینجا این طرف من دارم بساط میکنم یه سری قوانین داره، هم ساعت بساط، هم جایی که بساط میکنیم، هم اندازه‌ای که بساط میکنیم، همه اینا قانون داره که بعد اینو ویدیو میگیرم راجع به قوانینش باهاتون صحبت میکنم. خب تا اینجا کار کیف پولامو چیدم. بادی بگارم بچینم که میدونی 90%ش طرح گربه است. بادی بگ مجموعه یادم رفت بیارم. قسمت سخت بساط کردن همین چیدن و جمع کردنشه. آخرش هم جمع کردن هم واقعا نفسگیره، چون اول غروب که آدم با انرژی میاد، سر حال میاد، آخرش هم گرمه، حالا زمستون سرده، دیگه انرژی آدم هم تموم شده. خب میریم برای دکور زدن. با کارتونمون دکور دیده بودیم. سلام، خوب هستی؟ روزتون بخیر. امکانات صفر استعداد کنم میره. طراحا ببین دکورم چطور بود، چه امتیازی بوده. همیشه همه میگن طرح پسرونه نداری، بعد مثلا من پول پشتی میارم احساس میکنم واسه پسر رو خرید نمی‌کنیم، واسه پسر رو اینو خرید نمی‌کنم. مثلا پول پشتی میارم 20 تا پوله میارم، 5 تاش پسرونه است، اون 5 تا پسرونه رو باز دخترایی که سلیقه‌شون اسپورت پسنده میبرن. خب بفرمایین بالاخره چیدم دیگه. از الان هستم تا ساعت 10-11 شب انتهای سنگ فرش خیابون امام خمینی. من آخرین دستفروش این سنگ فرشم لاین وسط زیر درخت خرمالو، میبینی؟ با یه بساط کوچولو. خب ببینین این بازار بزرگ رشته، اونجا هم بساط منه زیر درخت خرمالو. اینجا دیدین
حالا من میخوام برم دستمو بشورم. آب خوری اینجا یه شیر آب هست، این جلوه تقریبا اینجا که تابلو سرخابی داره. خب اینم شیر آب، دستمون رو بشوریم. خب بخوام آدرس بساطمو بدم، ببینین اون سفیده، ساختمون سفیده، میدون شهرداری رشته. اینم سنگفرش خیابون امام خمینیه. منم انتهای این سنگفرشم. خب بساطمو چیدم، دستامو شستم، اومدم نشستم منتظر مشتری تا برم دستامو بشورم. میام من یه دونه کیف پول دوستم واسم فروخته بود، یعنی دشت اول رو گرفتم. شستشم نمیبردی؟ چون مشتری نداری؟ میگن تا شب نشده گله از روز نکن، چیزا قرقر نزنم. بعد مثلا ما ساعت 5 غروب میاییم واسه بساط، لاین روبروی ما ساعت 8 شب به بعد اجازه بساط کردن دارن، اونا 8 شب به بعد میگم. قوانین مختلفی داره که حالا تو ویدیوهای بعدی راجع به قوانین دستوریش هم حتما صحبت میکنم، البته اگه دوست داشته باشین. اینکه دوست دارین، اینکه بخواید بهمم ثابت کنین که دوست دارین و من بازم ویدیو بسازم، خب دیگه میدونین باید لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین که من بدونم آقا ویدیوهای من برای شما جذابیت داره، دوست دارین و منم با انگیزه بیشتر ادامه بدم این کارو. خب قضیه از این قراره که من از اون وقتی که رفتم دستمو شستم و دوستم یه دونه کیف پول واسم فروخت تا الان دیگه هیچ مشتری نداشتم. میبینین که هوا هم تاریک شده و من فقط یه دونه کیف پول فروختم. بعضی میگن اشکال نداره بازار یه روز میفروشی یه روز نمیفروشی. میگم اون روزی که آدم میفروشه خلاصه با این اقتصاد خراب اونقدری نیستش که این روزایی که نمیفروشه رو آدم جبران کنه. بادی بگان 300 الان پسرونا رو بهتون نشون میدم. مرزی من تو ویدیو باشم. مرزی 350 برو اونجا من میرم. یک و دیگه مشکل ساده هم داریم پشت مشتری اینو مشتری ندیده و رفتار نمیکنه. خیلی جان بله داخل ماشین، بالای ماشین، این بر ماشین اصلا براتون نونم میره میگیره. شما فقط بخرید. سلام، خسته نباشی، خدا قوت. سلام. ای کلام جونمو بگی تخفیف نگیر. همیشه اینجوری نیست با من مثلا میفروشم خدا رو شکر. نمیدونم چرا طرف میفروشم. بنده بلند رودوشی داره. کیف رودوشیه، کیف گوشی. یا هم میتونید هر کاری که خوشتون میاد رو بردارید. بذارین نایلون بذارم براش. خدا خیر بده، سرمایه دادین یه لحظه نایلون بدم. مبارک باشه. ممنونم. قربان شما، مرسی، خوشحال شدم دیدمتون. ممنون از حمایت شما. قربان شما، خیلی خوشحال شدم. به سلامت. آخه بچه یه آقا پسری نوجوون از خوشش بگیم همون توش سفید پوشیده بود، گفتش که از مشهد اومدم جاتو میدونستم اینجا هست، اومدیم اینجا، گفتم بهار هم اینجا هست بساطش، اومد ازم خرید که چقدر خوشحال بود، چقدر خوشحال میشم میگیرم بزرگی شدم. آقا خیلی مهربون بود دیگه، قشنگی هم لهجه داشتن. گفت من میدونستم اینجایی، گفتم همینجا هست بساطش. قربونتون برم انقدر مهربونی. بعضی واقعا مهربون و خوشقلبن، واقعا مهربون و خوشقلبن. خدا حفظتون کنه. این چه حشره ایه؟ خب عضو مهم این بساط ما ایشونه. اونا دو تا هن. یه دونه داره میره، ببینید بچه میره اون زیر، میره تو کارتون میخوابه. این موقع ها میاد آخر شب من دارم میرم بیدار میشه، میره این تو میخوابه. عضو ثابته اینا. یعنی
یعنی یک راست میاد میره سر جاش. خب دیگه اینم خونشه دیگه، هر کس امیدی داره، سرپناهی داره. من خوشحالم اینجا احساس امنیت میکنه. خب ما هنوز نرفتیم خونه. موضوع اصلی سرویس بهداشتی انتهای بازار پیش آتش نشانی. من اینجا تون برم. خب من که از راه میانبر میرم، ولی راه اصلیش از سمت همون بازار بزرگه، از وسط میوه و تره‌بار. خب من گفتم بعدا راجع به قوانین دستفروشی صحبت میکنم و بهتونم گفتم که یه سری ساعت 8 شب به بعد تازه میان بساط، یعنی اجازه دارن که بساط کنن. برای همین الان نگاه کنی اینجا که جای منه. چی؟ اینجا خیابون آخر شلوغ‌تر شده، بساطی‌های بیشتری اومدن، لاین روبروی ما هم پر شده. خلاصه که شبا شلوغ‌تره دیگه، میدون شهرداری هم اینو میدونن. ببینید دیگه من میخوام مسئله جمع کنم برم خونه. یه سری تا ساعت 2-3 شبم میمونن اینجا دستفروشی میکنن، بساط دارن، ولی من زودتر میرم به خاطر اینکه بچه کوچیک دارم، پسرم خونه منتظرمه. پس در نتیجه مجبورم که زودتر برم. یعنی تا همین الانم به خدا به زور وای میستم که دلم تنگ میشه براش. مثلا دیشب که رفتم خونه دیگه خوابیده بود بعد صدامو شنید، صدای درو شنیدینا، صدام کرد مانی دیگه داره تمام میشه. یعنی این بود داستان یه روز کاری من سر بساطم. اولش خیلی بازار ضعیف بود، بعد چند نفر از طرف چنل یوتیوب هم اومدن. لطفا اگه دارین این ویدیو رو میبینید کامنت بذارین که بدونن که آقا من دارم واقعیت رو میگم، راستش رو میگم. و گفتم که ما چنلی رو داریم. خیلی خوشحال شدم، ازم خرید کردن، ازم حمایت کردن. ممنونم از محبتتون. یه سری هم خرید پیج اینستاگرام هم اومدم، خدا رو شکر. خلاصه که یه خورده فروش داشتم، ناامید نمیرم. خلاصه تا یه مینی بلاگ دیگه، خدافظ.